به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام، من احسان الخمی هستم. به کارگاه Discover Your Inner Art Be a Professional You خوش اومدید. اگه میخواستم عنوان این کارگاه رو به فارسی ترجمه بکنم، میشد یه چیزی تقریبا مثل خود حرفه‌ایتون رو ببینید و خود پیشه باشید. حالا باز میکنم که منظور از این عنوان چیه طی این کارگاه، ولی قبل از اینکه به اون بپردازم میخوام یه مقدار درباره اتفاقاتی که باعث شد من به این پرسش هایی که توی این کارگاه مطرح میکنم و نحوه فکری که پیش روتون میذارم به اون بپردازم که چی شد اصلا به اینجا من رسیدم که این کارگاه رو ساختم. خب من سال 2014 این کارگاه رو ورژن اولش رو به وجود آوردم. یه موقع جالبی بود تو زندگیم، یک شرکت ستارتاپ نرم افزار شروع کرده بودم، چند سال روش کار کرده بودم و اون موقع تو بوستون زندگی میکردم. یه تابستون تصمیم گرفتم که برم مونترال و طی اون چند ماه که تقریبا تنها بودم، من مونترال بزرگ شدم، برای اونجا دوست دارم ولی خب دوستای قدیمی، 3-4 تا دوست قدیمی داشتم، بیشتر اوقات تنها بودم و داشتم روی اون نرم افزار ستارتاپ هم کار میکردم و این سوال همیشه پشت ذهنم بود که من تو چه کاری مهارت خیلی زیاد یا سهمگینی دارم و واقعا من بر این باورم که همه ماها، همه آدم ها توی یک کاری هم استعداد زیادی داریم، هم مهارت زیادی. حالا بین استعداد و مهارت یه خورده فرق هست. قطعا باید شما استعداد داشته باشید تا مهارت داشته باشید و به این نتیجه رسیدم که یه کاری هست که من حداقل تو اون زمان من همیشه دارم اون رو انجام میدم و تا اون موقع بهش اینطوری فکر نکرده بودم و ندیده بودم که دارم این کار انجام میدم. یه سری سوال طراحی کردم که بهم کمک کنه که این کاری که دارم همیشه انجام میدم رو بهتر ببینم و بعدش همین سوالا رو با بقیه دوستا و کسایی که میشناختم مطرح کردم، مجبورشون کردم اونا هم این پرسش‌ها رو پاسخ بدن و دیدم که روی اونا هم کار کرد و این شد که من این پرسش رو تبدیل کردم به یک کارگاه. هنر درونی، تعریفی که من برای هنر درونی به وجود آوردم این بود که یک کاری که شما همیشه در حال انجام اون هستید، حالا گاه آگاهانه و گاه ناآگاهانه. بیشتر ما یه چیز خیلی طبیعیه، مثل نفس کشیدن، یعنی چیزی که اصلا نباش فکر نمی‌کنید، معمولا اینطوریه. برای همین خیلی میتونه ناآگاهانه باشه انجام اون هنر درونی یا اون کاری که همیشه در حال انجامش هستیم. و توی این کارگاه ما چند تا سوال مطرح میکنیم که
میتونه شما رو به سمت اون هنر درونیتون ببره یا نزدیکتون کنه که با هنر درونیتون چیه. حالا من یه فهرستی میدم از این سوالا و بعد میتونیم یکی یکی وارد هر کدوم از این پرسش‌ها بشیم. پرسش اول درباره کودکی شماست و اینکه در کودکی چجوری بازی میکردید. این یه نشونه خیلی خوبیه از اون شمای فیلتر نشده یا شمای آزاد. برای اینکه وقتی ما بچه ایم زیاد به اینکه کسی بهمون بگه چیکار بکن چیکار نکن اعتنایی نمی کنیم و بنابراین خود واقعیمون هستیم. بعد یه تمرینی داریم در راستای ضعف‌های شما. ضعف‌های ما معمولاً کارهایی هستن که ما توشون خیلی خوبیم ولی در یک جا اشتباه یا با یک نفر اشتباه اون کار رو انجام میدیم و این باعث میشه اون استعداد یا اون کاری که توش خوبیم خودش رو به شکل یک ضعف نشون بده. تمرین بعدی تمرین ساده‌ایه درباره کارهایی که دوست دارید انجام بدید و انجام میدید. سوال چهارممون درباره چیزایی هستن که توی زندگی توجه شما رو به خودشون جلب میکنن. و در آخر سوال فیلوم رو داریم مثل جینوم که اون ژن‌های شماست. فیلوم حالا یه اسمیه که من روش گذاشتم، یعنی احساساتی که شما دارید. درون شما یه سری احساسات رایج هست، یه سری احساسات که بیشتر اوقات در وجود شما هست. اونا چی هن و باعث میشن چه کارایی انجام بدید. همه این پرسش ها حالا وارد هر کدومش میشم به شما کمک میکنه که ببینید نوع بودنتون چیه، اون نقشی که دارید هی بازی میکنید تو زندگی چیه و وقتی اون رو ببینید خب این خیلی یه حس آزادی بهتون میده. قشنگ میفهمید توی این کار خیلی خوبید برای اینکه خیلی تمرینش کردید و استعدادش رو داشتید که خیلی تمرینش کردید. اینا همش با هم میاد. برای همین این هنر درونی یک پکیج کمپلته، یعنی هم استعداد داشتید هم تمرین توی اون کار و اصلا میتونید یه جوری بگید یه بخش مهمی یا یه بخش بزرگی از هویت شماست، یعنی نوع بودن شماست. تمومش نیست به نظر من، برای اینکه یه سری مهارت هاست که دوره هم جمع میشه اون هنر درونیتون و چیز دیگه که مهمه توی اینکه یا شخصیتی آدم چی باشه اون ارزشاشه که اونا هم طی سالهای زندگی شکل میگیره و مبحث یک کارگاه دیگه است که حالا آخر این کارگاه درباره اونم یه خورده صحبت میکنم و یک ویدیو هم درباره اون کارگاه خواهم گذاشت که میتونید اون رو هم ببینید. خب برگردیم به کارگاه Discover Your Inner Art Be a Professional You. سوال اول درباره اینه که شما همونطور که گفتم وقتی بچه‌ای 3 4 5 6 سالتونه آزادید، اونجوری بازی میکنید که دوست دارید. کسی معمولاً بچه کوچیک رو امر و نهی نمیکنه که چجوری بازی کن. ممکنه بگن ساکت باش، نمیدونم ندو فلان اینا، ولی کلا بچه‌ها اینقدر انرژی دارن که همون جوری که دوست دارند هستند. و اگه توجه کرده باشید بچه‌های مختلف به شکل‌های خیلی متفاوتی بازی میکنن.
یعنی با اینکه هیچکی بهشون نمیگه چجوری بازی کنید، خیلی با هم فرق میکنن. بچه شخصیتشون فرق میکنه، نوع بازیشون فرق میکنه. آدمای کوچیکی هستن که دارن زندگی میکنن و اون بازی هم یه بخش بزرگی از زندگیشونه. خب تمرین این سوال یا این بخش اینه که وقتی شما بین 5 تا 7 8 9 سالتون بود چه جوری بازی میکردید؟ با کی بازی میکردید؟ چه بازی میکردید؟ نمیخوام فقط مثلا اینطوری جواب بدید که دوچرخه سواری میکردم. کی دوچرخه سواری میکردید؟ کجا دوچرخه سواری میکردید؟ با کی دوچرخه سواری میکردید؟ میخوام یه مقدار یه سری داستان‌هایی که مرتبط میشه با نوع بازیتون رو بنویسید. میتونید ویدیو رو پاس کنید، چند دقیقه به خودتون مهلت بدید، بنویسید که چجوری بازی میکردید و بعد برگردیم یک فالوآپ، سوال فالوآپ دارم بعد از این. خب امیدوارم که خاطرات خوبی واسهتون مرور شد در حال وقتی که این پرسش رو پاسخ میدادید. کاری که الان میخوام ازتون خواهش کنم بکنید اینه که جواباتون رو مرور کنید و ببینید چه فعلی میتونید ازش استفاده کنید برای توصیف نوع بازیتون. برای اینکه روشن بشه من مثال خودم رو میزنم. من بچه که بودم خیلی دوست داشتم، کنجکاو بودم، دوست داشتم جاهای جدید، فضاهای جدید رو کشف و کاو کنم، ببینم اونجا چه خبره و بعدش سعی میکردم با چیزایی که تو اون فضای پیدا میکردم یه چیزی بسازم، یا چیزی که تو فضاهای مختلف پیدا میکردم و یه جوری میبردم خونه و با همشون یه چیزی میساختم. این فکر میکنم با من همیشه بوده و خواهد بود که دنبال یه سری عناصر جدید میگردم که بتونم باشون یه چیزی به وجود بیارم و این یه مثال. برای همین میتونم بگم فعل هایی که برای خودم به کار میبردم، میتونستم بگم کسی هم که دنبال کشف کردن، دنبال شناختن چیزای جدیده و درست کردن، به وجود آوردن، خلاق بودن، اینا می سری فعلای دیگه است از نوع بودن من در کودکی. خب میتونید دوباره ویدیو رو پاس کنید، یه خورده درباره جوابایی که به این پرسش دادید فکر کنید، ببینید فعل هایی رو پیدا میکنید که بتونه نوع بازیتون رو توصیف کنه. خب بریم سر پرسش بعدی. پرسش بعدی درباره ضعف‌های ماست. حالا ممکنه بپرسید خب ضعف‌های چه ربطی داره به هنر درونی و استعداد و مهارت و غیره؟ ببینید ما اون هنر درونیمون یه چیزیه که ما از اون سرشاریم، یعنی خیلی همیشه هست، همیشه اون توی وجود ما هست. صبح چشتون رو باز میکنید هست، در بدترین حالت خستگی و بیماری هم هست، یعنی خیلی اینقدر زیاده که همیشه اون نوع بودن با ماست. و اتفاقی که میفته اینه که هر نوع بودنی خب یک منفعتی داره، ولی یه جایی هم هست که اون نوع بودن فایده زیادی نداره، به درد نمیخوره و این باعث میشه که ما یه سری ضعف‌هایی رو داشته باشیم به خاطر اون استعدادمون یا اون هنر درونیمون. خودم رو دوباره مثال میذارم. من
یکی از ضعفام اینه که ممکنه یه آدمی به نظر بیام که دوست داره بحث و مشاجره و یه خورده بحث سنگین بکنم. خب این فکر میکنم دلیلش اینه که قدرت من توی اینه که یک واقعیتی رو کشف کنم و باشه چیزی بسازم و بحث کردن درباره یه چیزی باعث میشه که من اون هر چیزی که موضوع بحثه رو بهتر بفهمم و از اون چیزی که به اون چیزی که باور دارم یا اون چیزی که فهمیدم رو بتونم انتقال بدم. حالا امیدوارم که خیلی اصرار نداشته باشم و بتونم کمتر یه آدمی که خیلی اهل بحثه به نظر بیام یا باشم، بذارید نه اینکه به نظر بیام ولی واقعا باشم. وقتی که مثلا من این نوع بودنم رو توی زندگی شخصیم بیارم و با خانومم بحث کنم، خب این خودش رو به صورت یه ضعف نشون میده دیگه. برای همین بعضی جاها باید آدم اینو بفهمیم که خب اونجا جاش نیست، ولی هدف این تمرین اصلا این نیست که ما خودمون رو بهتر کنیم. هدف اینه که از ضعفامون قدرتامون رو ببینیم. یه مثال دیگه درباره خودم اینه که من ممکنه یه چیزایی رو اوورثینک کنم، یه زیاد دربارش فکر کنم و این باعث میشه یا یه کاری رو نکنم یا هی طولش بدم و از این قبیل مشکلات. اینا واقعا ضعفای منه و اذیتم میکنه و روم تاثیر میذاره و این تعریف یه ضعفه. برای همین رو مثال زدم. یه ضعف باید رو شما تاثیر داشته باشه، اذیتتون کنه، براتون مشکل وجود بیاره و از این قبیل داستانا. کاری که میخوام الان بکنید اینه که درباره 3 تا ضعف که شما دارید فکر کنید. 3 تا، بیشترم نه. 3 تا از بزرگترین یا مهمترین ضعفاتون رو دربارش فکر کنید و بنویسید. ویدیو رو پاس کنید، این کار رو انجام بدید، برگردید یه فالوآپ اکتیویتی داریم بندازیم. خب الان که این 3 تا ضعف رو دارید میخوام تک تک به هر کدومش بپردازیم. مثلا به اولی ضعفتون رو بخونید و از خودتون بپرسید که چرا من این کار رو میکنم، یا اگه ضعفتون یه کاری که نمیکنید چرا این کار رو من نمیکنم. درباره این فکر کنید و هرچی جوابتون بود از خودتون بپرسید چرا. درسته؟ تا به یک کار یا یک عمل مفید برسید. مثلا واسه من اون بحث نقطه مفیدش اینه که دوست دارم یه چیزی رو بفهمم، واقعا ببینم دیدگاه یک کس دیگه چجوریه یا یک کس دیگه چجوری داره درباره همون اون داستانی که داریم دربارش بحث میکنیم فکر میکنه. در مورد فکر کردن زیادی، خب فکر کردن زیادی خوب نیست ولی خب فکر کردن خوبه. درسته؟ خب اینم این نکته مثبتیه. بنابراین اون ضعف‌های من نشونگر اینه که من درباره کارهایی که میخوام بکنم یا میکنم فکر میکنم. حالا دلیل نمیشه همیشه فکرام درست باشه ولی حداقل فکر میکنم و دوست دارم به یه سری حقایق برسم و یه چیزایی رو بفهمم. و همونجور که الان دارم صحبت میکنم میبینم که این دوتا هم به هم ربط داره. سعی میکنم اون حقایق رو بفهمم که بتونم بهتر فکر کنم. خب
این مثال بود، مثال خودم بود که شما متوجه میشید منظورم چیه. پس بیایید و هر کدوم از ضعفاتون رو بخونید و برای اینکه بفهمید اون نقطه مثبتش چیه، هی از خودتون بپرسید چرا و ببینید به این نقطه مثبت میرسید یا نه، و قطعا خواهید رسید. این کار رو بکنید، برگردید میریم سر پرسش بعدی. خب پرسش سوم درباره کارهایی که شما زیاد انجام میدید و از اون لذت میبرید. یعنی هم باید لذت بخش باشه اون کار واسهتون، هم زیاد انجامش بدید. ویدیو رو پاس کنید، بنویسید اون کارهایی که زیاد انجام میدید و ازشون لذت میبرید. خب تا الان 3 تا از تمرینای کارگاه رو انجام دادیم، 2 تا دیگه مونده. 4مین تمرین درباره چیزهایی هست که شما توی یه روز عادی به اونها توجه میکنید. پرسش من از شما اینه که توی یه روز عادی از خونه میرید بیرون یا روی اینترنت یا توی دنیاهایی که توش هستید، چه چیزهایی توجه شما رو به خودشون جلب میکنن؟ این برای این مهمه که اون چیزهایی که ما مکررن داریم بهشون توجه میکنیم چیزهایی هستن که داریم مطالعه میکنیم به یه شکلی و میتونیم و ازشون استفاده میکنیم برای به وجود آوردن خودمون به یه شکلی. درسته؟ مثلا به وجود آوردن خودمون یه جمله خود سنگینیه، منظورم رو میگم. مثلا اگه شما خیلی به نوع پوشش بقیه توجه میکنید، خب قطعا خودتون هم یه پوششی دارید که حالا یا میخواید داشته باشید که غیر عرفه یا جالبه یا به روزه یا بالاخره یه چیز مهمیه واسه شما، پوشش یا شیوه پوشش و چیزی که دارید بهش توجه میکنید، دارید یاد میگیرید از بقیه و این نشونگر اینه که شما تو چه کاری مهارت دارید و اون هنر درونیتون چیه. پس درباره این فکر کنید که توی یه روز عادی چه چیزهایی توجه شما رو به خودشون جلب میکنن. ویدیو رو پاس کنید، جواب این پرسش رو بنویسید، برمیگردیم با تمرین آخر. خب قبل از اینکه بریم سر تمرین آخر، یک فالوآپ کوشن، یه سوال فالوآپ دارم. اونم اینه که از خودتون بپرسید با این مشاهداتی که دارید چی میسازید؟ چی کار میکنید باشون؟ چی به وجود میارید؟ چه تأثیری رو شما دارن؟ چی به وجود میارید؟ یعنی یه تغییری، یه چیزی، یک رفتاری رو باید تو شما رقم بزنه اون مشاهدات و از خودتون این سوال رو بپرسید. یک نکته مهم که تو این کارگاه و کارگاه‌های دیگه‌ای که من آنلاین خواهم گذاشت رو یوتیوب اینه که این سوالا واقعا واسه خودتونه و سعی کنید تا اونجایی که میشه صادقانه و رو راست جواب بدید پرسش‌ها رو، برای که در غیر این صورت به اون واقعیت هستی خودتون پی نخواهید برد. حداقل از طریق این کارگاه، من نمیگم هیچ موقع پی نخواهید برد، ولی اگر میخواید با جواب دادن به این پرسش‌ها به اون حقیقت برسید، باید صادق باشید با خودتون و کسی دیگه هم نیست که توی خودتون رو دفترچه و این ویدیو. بنابراین نگران قضاوت یا فکرای کسی دیگه ای نباشید. میشم خودمون رو قضاوت کنیم
و اون نوع بودنی که واقعا هستیم یا نوع بودنمون رو قضاوت کنیم خود ما و بنابراین جوابایی بدیم که میخوایم اونطور باشیم ولی واقعا نیستیم. خلاصه همین، این درخواستم از شما بود که حقیقت قضیه رو بنویسید. خب بریم سر تمرین آخر. تمرین آخر تمرین نسبتا ساده‌ایه ولی یه خورده ممکنه برای بعضی حداقل سنگین باشه. میخوام درباره حسایی که توی یه روز عادی دارید، یه روزی که نه اتفاق خیلی خوبی افتاده نه اتفاق خیلی بدی، یه روز عادی، چه احساساتی در شما هست که شما رو به عمل در میاره؟ یعنی باید یه کاری بکنید با اون حس. راحت ترین مثالی که میشه زد اینه که شما حس گرسنگی دارید و بنابراین یه چیزی میخورید. میخوام یه جدول درست کنید با 2 تا ستون. یه ستون اون احساساتتون باشه، یه ستون اون عملی که نشأت میگیره از اون حس. و میتونید با هر ستونی که دوست دارید اول شروع کنید. میتونید اول حسا رو بنویسید، بعد اعمالی که از اون حس میاد و یا بالعکس، اول اون کارا رو بنویسید که توی روز عادی انجام میدید، بعد ببینید چه حسی باعث اون عمل میشه. و دلیلی هم که این تمرین مهمه یا اصلا این تمرین رو من تجویز میکنم اینه که حسای ما انگیزه های ما رو به وجود میارن و انگیزه های ما هم خب طبیعتاً یه جوری جامعه عمل به خودشون میپوشونن و میشن اون کارهایی که ما میکنیم و فکر میکنم نشونگر خوبیه از هنر درونیمون، از کارهایی که داریم میکنیم واقعا توی روز عادی. خب ویدیو رو پاس کنید، یه 5 دقیقه به خودتون مهلت بدید، این تمرین رو انجام بدید، برگردید. یک تمرین کلی داریم که کارگاه رو تموم کنیم و تموم این جوابایی که تا الان دادید رو بذاریم رو هم، ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم. خب مرسی که تا اینجای کارگاه با من بودید. بریم سر نتیجه گیری. ببینید امیدوارم که تا الان با جواب دادن به این پرسش‌ها یک نقشی رو در حال دیدن باشید، نقش شما رو، نقش خودتون رو، اون نوع بودنتون رو. و چیزی که میتونه بهتون کمک کنه اینه که تمام جوابای سوالایی که کردن رو برید مرور کنید یکی یکی، ببینید که کدوم اون کارهایی که انجام میدید براتون، اون جوابایی که دادید و کارهایی که گفتید دارید انجام میدید، کدومشون براتون برجسته است، کدومشون واقعا به دلتون میشینه. من یه جمله دارم که توی این قسمت کارگاه از شرکت کنندگان خواهش میکنم که اون رو کامل کنن و جمله اینه: من اغلب اوقات در حال انجام فلان کار هستم و ازش لذت میبرم. همون هنر درونی، یک کاریه که همیشه در حال انجاممونید و ازش لذت میبرید. اگه بتونید این جمله رو کامل کنید به یه شکلی که به دلتون بشینه، حداقل اگر کاملا پی نبردید به هنر درونیتون، دارید خیلی نزدیک میشید و هرچی دربارش خود بیشتر فکر کنید ممکنه زومتون بهتر بشه و بتونید قشنگ فوکس کنید روی اون
کاری که همیشه در حال انجامش هستید. بعضی موقع میدونید کلمه خیلی مهمه. ما با کلمات فکر میکنیم و بعضی از نوع بودنها توصیف کردنشون راحت تر از یه سری کارهای دیگه است یا نوع بودنهای دیگه است. بنابراین یه خورده به خودتون فرصت بدید، با خودتون صبور باشید، بذارید یه خورده بشینه این افکار. این تمرین رو انجام بدید، این جمله رو سعی کنید پر کنید، ولی اگر همین الان به این نتیجه خیلی قطعی نرسیدید، از خودتون ناراحت نشید و بذارید یه مقداری این پرسشایی که جوابشو دادید باهاتون باشه. بعدا میتونید جمله رو سعی کنید هی تغییرش بدید تا موقعی که به دلتون بشینه. خب این کارگاه ما بود. اول کارگاه یادم رفت یه چیزی رو بگم. اون تابستونی که من توی مونترال بودم، چیزی که برام پرسش اصلی بود اینه که آقا موفقیت یعنی چی؟ و خب هر کسی یک تعریفی داره موفقیت. یکی دکترا گرفتن و موفقیت میدونه، یکی پولدار شدن و یکی زندگی آروم رو و درسته؟ خب پس برای هر کسی فرق میکنه موفقیت. ولی فکر کنم یک چیزی که باعث میشه اون موفقیت لذت بخش باشه برای همه یکسانه و اون اینه که اون هر چیزی که برای شما موفقیته از اینجا میاد که شما دارید بیشتر مثل خودتون میشید وقتی که به اون سمت میرید. پس تعریف من از موفقیت و نتیجه که بهش رسیدم توی اون تابستون این بود که موفقیت واسه من اینه که بیشتر مثل خودم بشه. و اصلا برای همین این کارگاه و کارگاه‌های بعدی رو به وجود آوردم. و حالا تو کارگاه بعدی اگر ببینیدشون خواهید دیدش که چجوری سعی میکنم یک آینه‌ای باشه این پرسشی که توی کارگاه هست، برای اینکه خودمون رو بهتر ببینیم و بتونیم بر اساس اون چیزی که از خودمون میبینیم بیشتر خودمون رو بشناسیم و بیشتر مثل خودمون بشیم. خب خیلی ممنون که تا اینجا با من بودید. در آخر من به همه کسایی که تو کارگاه شرکت میکنم اینو یادآوری میکنم که ما این دنیایی که توش هستیم رو داریم با هم به وجود میاریم و تنها یک آدم مثل شما هست، مثل شما که نه، ولی فقط شما یه دونه اید، یه دونه از شما هست و هر قابلیت که شما دارید رو ما نیاز داریم برای اینکه با وجود و تأثیر همه ماست که دنیای قشنگ و کاملی میشه. برای همین میخوام توصیه کنم که به خودتون اعتماد کنید و خودتون باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد میتونید لایک کنید ویدیو رو و کانال وایز اورنج رو سابسکرایب کنید و اون نوتیفیکیشن هم بزنید که اگه ویدیو جدید گذاشتم نوتیفای بشید و ببینید. متشکرم. تا کارگاه بعدی، کارگاه دوم که هست ارزش های شما چی هستن برای اینکه زندگی شما رو به وجود میارند. خدا نگهدار.